با مامانم دعوا کردم، زود آماده کردم. اومدم در روز پزشکی فهمیدم 4 تا دندون خراب دارم. اومدم اینجا عاشق اینجا شدم، پر از اسباب بازی و جایزه و اینا بود. از همه مهمتر اینجا یه خانم دکتر خیلی مهربون بود. به خاطر همینم من و نیلیا دندونامونو سپردیم به خانم دکتر. اما من اول جایزه‌مو برداشتم. اوضاع دندونام خیلی بد بود، اما خانم دکتر زودی درستشون کرد. نیلیا هم 2 تا دندوناشو عصب کشی کرد. بهترین خانم دکتری بود که تا حالا دیدم. بابا دیگه همسه منو بیاره اینجا دندونام درست کن. واقعا؟ بچه‌ها بهتون پیشنهاد میکنم حتما میشه دکتر آلتا دندونتون درست کنین.